فصل 10. کمی تعجب کردن. تلاشم را کرده بودم که با احتیاط بگویم. خانم ترینر مات و مبهوت مانده بود. بعد کمی دستپاچه شد. صورتش هم جمع شده بود. دخترش که کنارش روی کاناپه چنباتمه زده بود، چپ چپ نگاه می‌کرد. مثل وقتایی که وقتی مادرم می‌خواست هشداری بدهد و من حساب کار خودم را می‌کردم. خبری از آن استقبال گرمی که انتظارش را داشتم نبود. خب، حالا واقعا برنامه چیه؟ هنوز دقیق نمیدانم. خواهرم حسابی توی این جور کارها دست و پا دارد. خیلی خوب بلد است که توی اینترنت بگردد. تلاشش را می‌کند تا ببیند برای افرادی مثل ویل چه امکاناتی وجود دارد. اما بیشتر مایل هستم بدانم شما موافق هستید یا نه. توی اتاق پذیرایی نشسته بودیم. همان اتاقی که روز مصاحبه به آنجا رفته بودم. با این تفاوت که این بار خانم ترینر و دخترش روی کاناپه نشسته بودند. سگ پیرشان که آب از لب و لچه‌اش آویزان بود، بینشان نشسته بود. آقای ترینر کنار آتش ایستاده بود. من کت مدل فرانسوی از جین نیلی رنگ، پیراهن کوتاه و پوتین ارتشی پوشیده بودم. با خودم فکر کرده و به این نتیجه رسیده بودم که اگر ظاهر حرفه‌ای به خودم بگیرم، راحت‌تر می‌توانم نقشم را پیاده کنم. کامیلا ترینر به جلو خم شد. صبر کن ببینم چی شد. تو می‌خوای ویر را از خانه ببری بیرون؟ بله. ببری تفریح و دنبال ماجراجویی؟ طوری حرف میزد که انگار پیشنهاد داده بودم عمل جراحی لاپاراسکوپی را بسپاریم دست یک آدم ناشی. بله، همانطور که گفتم هنوز نمیدانم چه چیزهایی ممکن است، اما بیرونش میبریم و در دنیای دیگری را به رویش باز میکنیم. شاید توی همین شهر و منطقه چیزهایی باشد که اولش بتوانیم انجام بدهیم، بعد دورتر میرویم، بعدش هم دورتر. منظور سفر خارجی است؟ خارجی؟ پلکی زدم. اولش می شود به کافه برد یا نمایش. در این 2 سال گذشته ویل به ندرت از خانه رفته بیرون، به غیر از وقتایی که می رود بیمارستان برای ویزیت. خب آره، با خودم فکر کردم تلاشم را می کنم تا راضیش کنم. جورجینا ترینر گفت لابد خودت هم همه جا باهاش می روی. گوش کنید، اصلا چیز غیرعادی نیست. حرف من این است که برای شروع باید از خانه ببریمش بیرون. چرخی در اطراف قلعه بزنیم یا برویم کافه. بعدش چقدر عالی می شود برویم فلوریدا. شنا با دلفین ها فوق العاده است. در اصل هدفم بیرون بردنش از خانه است. فکرهای دیگری توی سرش بیاندازم. اما نگفتم که هنوز هم فکر رانندگی و بردن ویل به بیمارستان عرق سرد به بدنم می نشاند. فکر خارج بردنش مثل این بود که فکر کنم میخواهم در مسابقه 2 ماراتون شرکت کنم. آقای ترینر گفت چه فکر بکری؟ فکر کنم گردش بردن ویل فوق‌العاده باشد. میدانی که اصلا خوب نیست شبانه روز بنشیند و فقط به دیوار زل بزند. خانم ترینر گفت استیون، ما خیلی تلاش کردیم ببریمش بیرون. اینطور نیست که گذاشتیمش آنجا تا بپوسد. بارها و بارها زورم را زدم. میدانم عزیزم، اما به جایی نرسیدیم. غیر از این است. اگر لوئیزا دنبال برنامه‌ای برود که ویل بتواند انجام بدهد، عالی است. این حرف تو به کار و عمل احتیاج دارد. من گفتم فعلا فقط در حد فکر است. یک باره احساس خشم کردم. می توانستم حدس بزنم در ذهنش چه می گذرد. اگر نمیخواهید دیگر نمیایی؟ نگاهش مستقیم به من بود. صورتم را بر نگرداندم. دیگر از اون نمی ترسیدم. چون حالا او را برتر از خودم نمی دیدم. زنی بود که می توانست بنشیند و به پشت صندلی تکیه بدهد و بگذارد پسرش جلوی چشمانش پرپر بزند. بله، احتمالاً. پس تهدید می کنی. جورجینا، خب بابا چرا اینقدر حاشیه می روید؟ صاف و شق نشستم. تهدید نیست، نقشی است که می خواهم داشته باشم. نمی توانم ساکت بنشینم و منتظر شوم تا وقتش. صدایم به تدریج ضعیف شد. همه به فنجانهای چای زل زدیم. آقای ترینر با قاطعیت تمام گفت همانطور که گفتم به نظرم فکر خوبی است. اگر بتوانی رضایت ویر را جلب کنی، هیچ اشکالی در این کار نمی بینم. واقعا دوست دارم برود و بگردد. فقط به ما بگو که چه کارهایی باید بکنیم. خانم ترینر دستش را روی شانه دخترش گذاشت. فکری به ذهنم رسید. جورجینا، شاید تو هم بتوانی با آنها بروی. من گفتم از نظر من هم خوب است. واقعا همینطور بود، چون شانسم برای بردن ویل به سفر خارجی به اندازه شانسم در پیروزی در مسابقات قهرمانی بود. جورجینا ترینر بیقرار و ناآرام در جایش وول خورد. نمیتوانم. خودتان میدانید که 2 هفته دیگر کار جدیدم را شروع میکنم. نمیتوانم همان اولش مرخصی بگیرم و بیام انگلستان. برمیگردی استرالیا؟ چرا تعجب کردی؟ گفته بودم که فقط برای دیدن میآیم.
فکر کردم با توجه به حوادث اخیر شاید بخوای بیشتر بمانی. کامیلا ترینر طوری به دخترش زل زده بود که هرگز به ویل نمیزد. چقدر هم ویل گستاخانه رفتار میکرد. مامی، کاری که پیدا کردم فوق‌العاده است. 2 سال دنبالش بودم. نگاهی به پدرش انداخت. من نمیتوانم به خاطر وضعیت روحی ویل زندگیم را تعطیل کنم. سکوت سنگینی برقرار شد. منصفانه نیست. اگر من روی صندلی چرخدار نشسته بودم، از ویل میخواستید که تمام برنامه‌های زندگیش را تعطیل کند؟ خانم ترینر به دخترش نگاه نکرد. من سرم را پایین گرفته بودم و فهرستم را می‌خواندم. پاراگراف اول را چندین بار خواندم. جورجینا حالا دیگر داشت شکایت می‌کرد. من هم زندگی دارم. باید زندگی خودم رو بکنم. آقای ترینر دستش را روی شانه دخترش گذاشت و آرام فشار داد. بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. خانم ترینر گفت آره، بعداً صحبت می‌کنیم. کاغذهای مقابلش را ورق زد. بعد به من نگاه کرد و گفت خب فکر می‌کنم اینطوری باید پیش برویم. من باید تمام برنامه‌هایتان را بدانم. باید بررسی کنم و ببینم اگر امکانش هست برنامه‌ام را طوری تنظیم کنم که گاهی مرخصی بگیرم و با شما بیایم. تعطیلی‌های بیخودی دارم که نه. همه به طرف آقای ترینر برگشتیم. نه کامیلا، فکر نکنم درست باشد تو هم بروی. باید بگذاریم ویل خودش تنها برود. استیون، ویل خودش تنها که نمیتواند. خیلی چیزها هست که وقتی ویل بیرون میرود باید بهش توجه شود. کار سختی است. به گمانم نمیتوانیم بسپاریمش دسته. نه عزیزم، نیتن میتواند کمک کند. لویزا هم خودش ترتیب کارها را میدهد. اما ویل باید احساس کند که هنوز تواناست. حس مردانگیش باید حفظ شود. اگر قرار باشد مادرش یا خواهرش کنارش باشند دیگه فایده نداره. دلم برای خانم ترینر میسوخت. با اینکه هنوز همان قیافه متکبرانه را داشت، اما میتوانستم ببینم که سردرگم است. گویی منظور شوهرش را درست درک نمیکرد. دستش به گردنبندش رفت. من گفتم خیالتان راحت، مواظبش هستم. برنامه‌هایمان را هم پیشاپیش به شما میگوییم. آرواره‌اش چنان سفت شد که عضله کوچکی درست زیر گونه‌اش بیرون زد. دوست داشتم بدانم هنوز هم از من متنفر است. بالاخره گفتم من میخواهم ویل بخواهد که زندگی کند. آقای ترینر گفت میفهمیم و به عزم و ارادت احترام میگذاریم و به شعورت. دوست داشتم بدانم کلمه شعور که او به زبان آورد فقط در رابطه با ویل بود یا کلا مرا آدم با شعوری میدید. بعد بلند شد و من فهمیدم که دیگر باید بروم. جورجینا و مادرش هنوز روی کاناپه نشسته بودند. چیزی هم نمیگفتند. حس می‌کردم به محض اینکه پایم را از اتاق بگذارم بیرون، بحث داغی پیش خواهد آمد. درست، همین که فکرهایم را کردم می‌نویسم. خیلی زود. وقت زیادی آقای ترینر شانه‌ام را نوازش کرد. می‌دانم، فقط ما را در جریان کارها بگذار. ترینا داشت به دستش فوت می‌کرد. پاهایش غیر ارادی بالا و پایین می‌رفتند. انگار در جا قدمرو می‌کرد. کلاه پوست بره‌ای سبز تیره من سرش بود. لجم می‌گرفت وقتی می‌دیدم به او بیشتر می‌آید. به جلو خم شد و به فهرستی که از جیبش درآورده بود اشاره کرد. بعد دستم داد. احتمالاً باید دور شماره 3 خط بکشید تا بعد که هوا گرم شود. نگاهی به فهرست کردم. بسکتبال معلولان؟ نمیدانم، شاید بسکتبال دوست نداشته باشد. مهم نیست. چرا انقدر هوا سرد است؟ کلاه را تا گوشش پایین آورد. مهم این است که می‌بیند چه کارهایی می‌شود کرد. می‌بیند که آدم‌هایی هم هستند بدتر از او که ورزش و اینجور کارها می‌کنند. مطمئن نیستم. حتی نمی‌تواند فنجان دستش بگیرد. به نظرم اینها فقط از 2 پا فلج هستند. گمان نکنم بدون استفاده از دست بشود توپ شوت کرد. نکته را نگرفتی. مجبور نیست که حتما کاری انجام بدهد. فقط می‌خواهیم ببریمش به یک دنیای دیگه، درست؟ میبریمش تا ببیند که سایر معلولان چه کارهایی میکنند. قبول اگر تو این را میگویی. زمزمه ای از جمعیت برخاست. دوندگان خیز برداشتند و قدمی عقب رفتند. اگر روی سرپنجه پا میایستادم میتوانستم ببینمشان. تقریبا 3 کیلومتر دورتر، پایین دره، یک گروه کوچک از نقطه‌های سفید برجه ورجه کنان در هوای سرد و مرطوب و در امتداد جاده خاکستری میدویدند. به ساعتم نگاه کردم. تقریباً 40 دقیقه میشد که روی تپه‌ای که اسم با مسمایی به نام تپه پرباد داشت ایستاده بودیم. بیشتر از این دیگر قادر نبودم روی پا بایستم. تمام برنامه‌های محلی را بررسی کردم. اگر نمی‌خواهید راه دوری بروید، 1-2 هفته دیگر مسابقه‌ای توی مرکز ورزش برگزار می‌شود. حتی می‌تواند روی نتیجه بازی شرط بندی کند. شرط بندی؟
با شرط بندی درگیر مسابقه می شود بدون اینکه خودش بازی کند. او آنجا را نگاه کن، فکر می کنی چقدر طول بکشد به ما برسند. نزدیک خط پایان ایستادیم. روی پلاکارد برزنتی بالا سرمان که در وزش باد تکان می‌خورد نوشته بود خط پایان مسابقه سگانه بهاری. نمیدانم 20 دقیقه شاید هم بیشتر. شکلات مارس دارم. اگر می‌خوای نصف کنم. دست روی جیبم کردم. باد به قدری شدید بود که نمیشد کاغذ را نگه داشت. دیگر چه چیزهایی پیدا کردی؟ گفتی که راه دور هم می‌روید، آره؟ به دستم اشاره کرد. بزرگتر را که خودت برداشتی. بیا مال تو. فکر می‌کنم همه‌شان فکر می‌کنم من دارم مفخوری می‌کنم. چون می‌خوای بعضی روزهای لعنتی ببریش بیرون، ای خدا، باید خوشحال باشن که یکی دارد تلاش می‌کند. نباید اینطوری فکر کنند. ترنا تکه بزرگتر را برداشت. به هر حال شماره 5 فهرست را ببین. کلاس کامپیوتر که میتواند برود. چیزی شبیه به تیکه چوب بالای سرشان میگذارند که آنها با تکان سر میتوانند دکمه صفحه کلید را لمس کنند. از این راه میتواند دوستان زیادی پیدا کند. اینطور هم نیست که مجبور باشد همیشه از خانه بیرون برود. من حتی با 2 نفر در اتاق گفتگو حرف زدم. به نظر آدم‌های با روحیه‌ای آمدند. شانه بالا انداخت. خیلی طبیعی و عادی. ساکت شدیم و شکلاتمان را خوردیم. به گروه دونده نگاه می کردیم. خستگی از سر و رویشان می بارید. پاتریک را نمی دیدم. یعنی اصلا ندیده بودم. چهرهش طوری بود که در جمعیت گم می شد. ترینا به تیکه کاغذ اشاره کرد. حالا برویم بخش فرهنگی. کنسرت مخصوص توانخواهان هست. گفتی آدم بازوقی است، آره؟ فقط آنجا می نشیند و با موسیقی حال می کند. یعنی از خود بی خود می شود. درست؟ درک، همان سیبیلوی توی محل کارم، به من گفت که کمی پر سر و صداست چون افراد توانخواه گاهی فریاد میکشن، اما مطمئنم خوشش میآید. چینی به بینی انداختم و گفتم ترینا نمیدانم. تو ترسیدی که گفتم اهل ذوق، فقط باید کنارش بنشینی بدون خشخش پاکت چیپس، یا اگر چیز بهتری میخواهی. نیشخندی زد و ادامه داد باشگاه استریپتیز توی لندن هست، میتوانی ببریش آنجا. کارفرمایم را ببرم به تماشای استریپتیز؟ گفتی هر کاری حاضری براش بکنی، فقط نظافت و غذا دادن و اینجور چیزا که نیست. چند نفری که اطراف ما بودن سرشان را برگرداندن. خواهرم قشقش به خنده افتاده بود. خواهرم از مسائل جنسی اینطوری حرف میزد. انگار یک کار تفریحی بود، انگار چیز مهمی نبود. از طرفی سفرهای دورتر هم می شود رفت. نمیدانم خودت چی دوست داری، اما می شود به لوئیر رفت و شرابش را چشید. برای شروع راه دوری نیست. اشکالی ندارد معلولان مست کنند؟ نمیدانم، از خودش بپرس. اخمی به فهرست کردم و گفتم پس میروم و به خانواده ترینر میگویم میخواهم پسر معلول و مستعد خودکشیشان را ببرم تا مست کند. پولتان را صرف استریپتیز و اینجور چیزها میکنم. بعد هم هلش میدهم و میبرم المپیک توانخواهان. ترینا کاغذ را از دستم کشید. خب با این حساب میبینم با هیچ کدام از اینها موافق نیستی. فقط فکر کردم نمیدونم، بینیم را مالیدم. راستش را بخوای کمی میترسم. حتی وقتی میخواهم ببرمش توی حیاط با 1000 زحمت راضیش میکنم. خب این هم یک حرفی. اوه نگاه کن رسیدم. بهتر است لبخند بزنی. با بیحالی فریاد زدم پاتریک تندتر. مرا ندید، با حد اکثر سرعت به سوی خط پایان میدوید. ترینا وقتی دید فهرستش را آنجور که باید و شاید تحویل نگرفتم تا 2 روز با من حرف نزد. پدر و مادرم توجه نداشتند. از اینکه شنیدن تصمیم ندارم کارم را ول کنم حسابی سر کیف بودن. مدیریت کارخانه مبلمان برای آخر هفته تدارکات جلساتی دیده بود و پدرم فکر می‌کرد یکی از افرادی است که از کار بیکار می‌شود. افراد بالای 40 سال را نگه نمی‌داشتند. مادرم گفت عزیزم خیلی ممنونیم ازت که به خرج خانه کمک می‌کنی. این حرفش اغلب معذبم می‌کرد. هفته مزخرفی بود. ترینا شروع به بسته‌بندی وسایلش کرد. هر روز مجبور بودم دزدکی به طبقه بالا بروم و نگاهی به چمدان‌هایی که بسته بود بیاندازم تا ببینم کدام یک از وسایلم را برداشته تا با خودش ببرد. بیشتر لباسهایم سر جایشان بود، اما دیدم سشوار و عینک آفتابی بدلی مارک پرادا را برداشته است و کیف سفری لوازم بهداشتی محبوبم که طرح لیمو داشت. اگر اعتراض می‌کردم شانه بالا می‌انداخت و می‌گفت خب تو که هیچ وقت ازش استفاده نمی‌کنی. انگار موضوع همین بود. ترینا چنین آدمی بود، همیشه حق به جانب. بعد از تولد توماس هم این حس را از دست نداد که تحتقاری خانه است. این حس چنان در او ریشه داشت که واقعا فکر میکرد مرکز تمام عالم است. وقتی بچه بودیم و چیزی از وسایلم را میخواست،
چنان شری به پا میکرد که مادرم همیشه به من میگفت بده بهش. شاید مادرم فقط میخواست آرامش خانه حفظ شود. واقعا تا 20 سال بعد چیزی تغییر نکرد. ما مجبور بودیم از توماس نگهداری کنیم تا او بتواند بیرون برود. شکم بچه‌اش را سیر کنیم تا او نگران چیزی نباشد. هدیه کریسمس و تولد درست و حسابی برایش بخریم چون حالا که توماس هست ما به خودش کمتر هدیه میدهیم. اما حالا باید بدون کیف سفری لوازم بهداشتی من میرفت. یادداشتی به در اتاقش چسباندم. وسایل من مال من است. تو هم بزن به چاک. ترینا یادداشت را پاره کرد و به مادرم گفت که من هنوز بزرگ نشدم و حتی از توماس هم بچه‌تر هستم. این موضوع فکرم را سخت به خود مشغول کرد. یک شب که ترینا به کلاس شبانه‌اش رفته بود، من سر میز آشپزخانه نشستم. مادرم داشت پیراهن‌های پدرم را برای اتو جدا می‌کرد. مامی، جانم، فکر می‌کنی بعد از رفتن ترینا می‌توانم به اتاقش اسباب کشی کنم؟ مادرم لحظه‌ای مکث کرد. پیراهن نیمه تا شده را به سینه‌اش فشرد و گفت: نمیدانم، اصلا بهش فکر نکردم. وقتی ترینا و توماس دیگر اینجا نباشند، حقش هست که من یه اتاق درست و حسابی داشته باشم. مسخره است که خالی بماند اگر می‌خواهد برود دانشگاه. مادرم سری تکان داد و با احتیاط پیراهن را داخل سبد گذاشت. آره، فکر کنم حق با تو باشه. از اولش هم حق با من بود. از اولش هم حق من بود که بزرگتر هستم. فقط به خاطر توماس بود. حرفم به نظرش کاملا منطقی آمد. درست است، با ترینا صحبت می‌کنم. وقتی با خودم فکر کردم دیدم کاش اول به خود خواهرم گفته بودم. 3 ساعت بعد ترینا داد و فریاد زنان به اتاق نشیمن آمد. بگذار کفنم خوش شود بعد ادعای ارث کن. پدر بزرگ از خواب پرید. روی صندلی چرت میزد. دستش به طور غیرعادی روی سینه قرار گرفت. سرم را از تلویزیون برگرداندم. از چی حرف میزنی؟ من و توماس تعطیلات کجا بخوابیم؟ ما 2 نفر که توی آن اتاق قوطی کبریتی جا نمیشیم. حتی جای 2 تا تختم ندارد. دقیقاً، من بدبخت 5 سال تمام نفس هم نتوانستم بکشم. این فکر که اصلا مقصر نیستم باعث میشد بیشتر از آنچه نیتم باشد واکنش نشان دهم. تو نمیتوانی اتاقم را تصاحب کنی، انصاف نیست. دوره خانخانی تمام شد. اما نمیشود. هیچ جوری من و توماس نمیتوانیم توی آن اتاق قوطی کبریتی جا شویم. بابا تو بهش بگو. بابا قیافه مصممی به خودش گرفت. دستهایش را روی سینه قلاب کرد. متنفر بود که ما با هم دعوا کنیم. ترجیح میداد موضوع را برای حل و فصل به مادرم واگذار کند. گفت: دخترها ساکت. باورم نمیشود. پس برای همین بود که کمک کردی بروم. چی؟ اینکه تو التماسم کردی که کارم را ول نکنم تا بتوانم کمک مالی کنم به تو؟ حالا نقشه شیطانی من شده که اینطور. خیلی دورویی. مامی در چارچوب در ظاهر شد. کاترینا ساکت. از دستکش آشپزخانه که دستش بود آب کفالود روی فرش اتاق نشیمن میچکید. با آرامش هم میتوانیم حرف بزنیم. پدر بزرگ را انقدر عصبی و نگران نکنید. صورت کاترینا از خشم لکه لکه شده بود. بچگی‌هایش هم وقتی به خواستش نمیرسید همینطوری میشد. قند تو دلش آب شده که من دارم میروم. حتی نمیتواند صبر کند تا بروم. به من حسودی میکند که توی زندگیم دارم به جایی میرسم. فقط میخواهد کاری کند که دیگر نیایم خانه. با خشم زیاد فریاد زدم: از کجا معلوم حتی آخر هفته ها هم بیایی؟ من اتاق میخواهم، نه کمد. بهترین اتاق خواب در اختیار تو بود این همه مدت، چون فقط به درد لای جرز میخوری. مامی گفت: لویزا، آره، اگر انقدر خنگ نبودی که حتی نتوانی یک کار درست و حسابی واسه خودت دست و پا کنی، میتوانستی گورت را از این خانه گم کنی. دختر خرس گنده، اصلا موضوع چیه؟ نکند فهمیدی پاتریک قصد خواستگاری از تو را ندارد. صدای بابا سکوت را شکست. بس کنید، به اندازه کافی شنیدم. ترینا برو آشپزخانه. لو، همینجا بنشین و دهانت را ببند. خودم توی زندگی به اندازه کافی نگرانی دارم. دیگر لازم نیست ببینم سر هم داد میکشید. ترینا همینطور که مامی داشت او را به زور از در بیرون میبرد آهسته گفت: کور خواندی. اگر فکر کردی که حالا برای آن فهرست لعنتیت بهت کمک میکنم. هر بلایی سرت میآید حقت است. گفتم به کمکت احتیاج ندارم، مفت خورد. بعد وقتی بابا روزنامه را به طرفم پرت کرد من هم جا خالی دادم. صبح شنبه به کتابخانه رفتم. با خودم فکر کردم به احتمال قوی از وقتی که دبیرستان را تمام کردم اولین بار است که آنجا میروم. دیگر نگران نبودم که یادشان بیاید وقتی کلاس 7 بودم کتاب جودی بلوم را گم کردم و وقتی دارم از در ستوندار سبک ویکتوریایی ساختمان داخل میشوم دست عرق کرده مأمور دراز شود و تقاضای 3853 پوند جریمه کند. کتابخانه عوض شده بود.
ظاهراً CD و DVD جای نصف کتاب‌ها را گرفته بود. قفسه‌های بزرگ کتاب و حتی جایگاه کارت‌های تبریک پر از کتاب‌های گویا شده بود. سر و صدا هم بود. صدای آواز و کف زدن از قسمت کودکان می‌آمد. عده‌ای مادر و کودک سرشان حسابی گرم بود. افراد مجله می‌خواندند و آرام با هم حرف می‌زدند. بخش مربوط به پیرمردانی که روی روزنامه‌های مجانی خوابشان می‌برد کلاً جمع شده بود. به جای آن میز بزرگ بیضی گذاشته بودند که دور تا دورش کامپیوتر بود. با احتیاط پشت یکی از آنها نشستم. آرزو می‌کردم حواس کسی به من نباشد. کامپیوتر مثل کتاب عشق خواهرم بود. خوشبختانه ظاهراً کتابدارها می‌دانستند بعضی افراد مثل من با دیدن این تغییر و تحولات دچار وحشت می‌شوند. یکی از کتابدارها کنار میزم آمد و یک کارت و ورقه سلفوندار دستم داد که دستورالعمل روش نوشته شده بود. بالای سرم هم نایستاد، بلکه زیر لب گفت که پشت میزش است و اگر به کمک بیشتری نیاز دارم میتوانم به او مراجعه کنم. بعد فقط خودم بودم و یک میز با چرخ لخت و یک صفحه سفید. این سالها فقط با کامپیوتر پاتریک کار کرده بودم. خودش فقط برای دانلود برنامه‌های تناسب اندام یا سفارش کتاب‌های فنون ورزشی به آمازون استفاده می‌کرد. اگر استفاده‌های دیگری هم از آن می‌کرد، من واقعاً هیچ علاقه‌ای نداشتم بدانم. طبق دستورالعملی که کتابدار به من داده بود عمل کردم. بعد از اتمام هر مرحله دوباره آن را کنترل کردم. به طرز شگفت انگیزی دیدم که از عهده‌اش برمیام. واقعاً هیچ کاری نداشت. 4 ساعت بعد فهرست خودم را در دست داشتم. کسی حرفی هم از کتاب جودی بلوم نزد، ولی باید این را هم بگویم که از کارت عضویت خواهرم استفاده کرده بودم. سر راهم به خانه سری به فروشگاه لوازم التحریر زدم و تقویم دیواری خریدم، از نوعی که در اداره ها می شود دید و تعطیلی رسمی در آن مشخص شده است. به اتاق کوچکم رفتم و بازش کردم. با دقت به پشت در اتاق سنجاق کردم. روز شروع کارم را در خانه ترینر علامت زدم. اول فوریه بود. روزها را یکی یکی جلو رفتم تا به روز خودکشی رسیدم که 13 آگوست بود. حالا فقط 4 ماه فرصت داشتم. یک قدم عقب رفتم و لحظه‌ای به آن زل زدم. میخواستم ببینم حلقه کوچک سیاه تقویم تحمل وزنش را دارد یا نه. همینطور که زل زده بودم با خودم فکر کردم میبایست آن مستطیل‌های سفید و کوچک را با بهترین برنامه‌هایی پر می‌کردم که می‌توانست شادی، خوشنودی، رضایت خاطر یا لذت به همراه داشته باشد. میبایست روزهای عمر یک انسان را با رویدادهای فوق‌العاده و بی‌نظیر پر می‌کردم. انسانی که دست و پای ناتوانش در اختیارش نبودند. فقط 4 ماه ارزشمند فرصت داشتم. باید برنامه‌ریزی می‌کردم و این 4 ماه را با گردش، سفر، دید و بازدید، رستوران و کنسرت پر می‌کردم. باید به هر کاری که می‌توانست در این راه مفید واقع شود متوسل می‌شدم. باید درست و حسابی تحقیق می‌کردم تا مطمئن می‌شدم عملی هستند و بعد باید ویر را راضی می‌کردم. به تقویم خیره شدم. خودکار هنوز دستم بود. انگار یک باره تمام مسئولیت‌ها روی این یک تیکه کاغذ افتاده بود. 117 روز فرصت داشتم که ویل ترینر را متقاعد کنم تا بپذیرد انگیزه‌ای برای زنده بودن دارد. فصل 11. تغییر فصل در بعضی مکانها با مهاجرت پرندگان یا جزر و مد دریا مشخص می شود. اینجا در شهر کوچک ما بازگشت گردشگران بود که می گفت فصل تغییر کرده است. اولش تعداد معدودی افراد با لبی خندان و بارانی‌های رنگ روشن و کتابچه راهنما در دست از قطار یا اتومبیل پیاده می شدند. با گرمتر شدن هوا و پیشرفتن فصل، خیابان اصلی مملو از گردشگرهایی میشد که از دود کردن و فس کردن اتوبوس‌هایشان به استفراغ می‌افتادند. آمریکایی‌ها، ژاپنی‌ها و گروه‌های دانش آموزی خارجی در اطراف قلعه پراکنده بودند. زمستان‌ها فروشگاه‌های اندکی باز بودند. مالکان فروشگاه‌های ثروتمندتر از فرصت استفاده کرده و به خود مرخصی می‌دادند و ماه‌های سرد سال را به خانه‌هایی که در خارج از کشور داشتند می‌رفتند. مراسم مختلف کریسمس که در سطح شهر و خیابان برگزار می‌شد، شامل کنسرت‌های آوازخوانی و نمایشگاه و بازارهای مکاره مخصوص اعیاد بود.
با گرمتر شدن هوا، پارکینگ قلعه پر از وسایل نقلیه میشد. کافه‌های محلی با تقاضاهای روزافزون ساندویچ نان و پنیر روبرو می‌شدند. یک شنبه‌های آفتابی، حال و هوای شهر بی جنب و جوش و کساد ما تغییر می‌کرد و مقصد گردشگران انگلیسی‌های سنتی می‌شد. قدم زنان از تپه بالا رفتم. تلاش می‌کردم با مسافرهایی که زودتر از فصل گردشگری بودند و با کیف کمری و کتابچه لب برگشته و کهنه راهنمای گردشگری می‌گشتم برخورد نکنم. دوربین به دست آماده گرفتن عکس از نمای بهاری قلعه بودند. وقتی نگاهمان به هم میافتاد لبخند میزدم. چند بار هم ایستادم و با دوربین هایی که دستم میدادند از آنها عکس گرفتم. برخی از افراد بومی از فصل گردشگری شکایت میکردند. ترافیک سنگین، توالت های عمومی شلوغ، درخواست برای خوراکی های عجیب و غریب، سوشی ندارید، حتی ساندویچشو. اما من شکایتی نداشتم. از دیدن خارجی ها خوشم میآمد. تصویر کلی که از خارجی ها می دیدم با تصویری که خودم در ذهن داشتم خیلی تفاوت داشت. از شنیدن لهجه های مختلف خوشم می آمد و دوست داشتم بدانم این افراد از کجا آمدند. با دقت به لباسهایشان نگاه می کردم. هرگز در کاتالوگ نکس ندیده یا از مارکس اند اسپنسر نخریده بودم. همین که کیفم را در راه رو گذاشتم ویل گفت سرحالی؟ طوری گفت که انگار نباید سرحال باشم. چون امروز فرا رسیده. یعنی چی؟ میرویم بیرون. میخواهیم نیتن را ببریم تماشای اسب سواری. نیتن و ویل به هم نگاه کردند و من خندیدم. صبح وقتی خورشید را در آسمان دیدم نفس راحتی کشیدم. هوا فوق‌العاده بود و من میدانستم همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. مسابقه اسب سواری، دسته کاغذ یادداشت را از جیبم درآوردم. آره، مسابقه اسب‌دوانی، لانگفیلد. اگر همین الان راه بیفتیم به موقع به دور سوم مسابقه میرسیم. من برای هر مسیر 5 پوند روی من شرط بندی کردم. پس بهتر از حرکت کنیم. مسابقه سوارکاری است؟ آره، نیتن تا حالا نرفته. به مناسبت چنین روزی پیراهن پنبه دوزی شده کوتاه آبی و چکمه چرمی سوارکاری پوشیده بودم. شالی هم دور گردنم بسته بودم که دور تا دور لبش طرح دهنه اسب داشت. بیل وراندازم کرد. بعد صندلیاش را حرکت داد و به طرف پرستار مردش رفت. نیتن، آرزوی دیرینه توست؟ خیلی دوست داری بروی؟ با نگاهی به نیتن علامت دادم. نیتن هم لبخند زنان گفت آره خیلی. بیایید راه بیفتیم. البته باید بگویم من نیتن را از قبل در جریان گذاشته بودم. جمعه زنگ زده و پرسیده بودم که چه روز وقت دارد. خانواده ترینر هم موافقت کرده بودند که به او اضافه کار بدهند. خواهر ویل به استرالیا برگشته بود و فکر می‌کنم می‌خواستن خیالشان راحت باشد که یک آدم عاقل همراه هم است. با این همه تا روز یکشنبه واقعا مطمئن نبودم که دقیقاً چه برنامه‌ای دارم. شروع خوبی به نظر می‌رسید. در چنین روز دلانگیزی بیرون می‌رفتیم. نیم ساعت رانندگی هم بیشتر نبود. اگر بگویم نمیآیم، آن وقت رو باید 40 پوند به من بدهی. 40 پوند؟ این را از کجا آوردی؟ شانه بالا انداختم. شرط بندی کردم. 5 پوند برای هر مسیر. 8 تا مسیر که می شود 40 پوند. مطمئن باش که من میبرد. ظاهراً غافلگیرش کرده بودم. نیتن دستش را به زانو زد. چه عالی، چه هوای خوبی هم هست. میخواهید غذا هم بردارم؟ گفتم نه، رستوران خوبی آنجاست. اسب من که برنده شد نهار مهمان من. ویل پرسید تو همیشه میروی؟ اما پیش از اینکه حرف بیشتری بزند کتش را تنش کردم و دویدم بیرون تا اتومبیل را بیاورم. نقشه را کامل طرح کرده بودم. در یک روز زیبای آفتابی به مسابقه اسب‌سواری می‌رفتیم. اسب‌ها اصیل و قش و کشیده و خوش قد و قامت بودند. سوارکارها با مهارت تمام اسب‌ها را از جا می‌کندند و به سرعت باد می‌گذشتند. احتمالاً یکی دو تسمه برنجی هم داشتند. جایگاه تماشاچیان لابد پر از مردم هوراکشان بود. جایی پیدا می‌کردیم و از آنجا برای اسب‌های مورد نظرمان ابراز احساسات می‌کردیم. بیشک حس رقابت‌جویی ویل برانگیخته می‌شد و نمی‌توانست بی‌تفاوت بماند و تلاش می‌کرد از من و نیتن پیشی بگیرد. فکر همه جا را کرده بودم. مدتی بعد از تماشای مسابقه به رستورانی که دید خوبی به میدان اسب‌دوانی داشت می‌رفتیم و یک غذای شاهانه می‌خوردیم. احتمالاً به حرف پدرم گوش داده بودم که وقتی پرسیدم امید چگونه می‌تواند بر ناامیدی پیروز شود، جواب داده بود یک برنامه خانوادگی ترتیب بدهید و بروید تفریح. صحیح و سالم به آنجا رسیدیم. بیان که حادثه‌ای پیش بیاید، حالا اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده بودم
و خیالم راحت بود که اگر با سرعت بالای 200 کیلومتر در ساعت هم بروم هیچ آسیبی به ویل نمیرسد. تلاش کردم تمام راه را به شوخی و خنده بگذرانیم. از آسمان آبی زیبا و فضای سبز اطراف شهر که جدا دیدنی بود حرف زدم. خبری هم از ترافیک نبود. هیچ صفی برای ورود به پیست اسب‌دوانی ندیدم. البته راستش را بخواهید کمی توی ذوقم خورد. پارکینگ هم علامت گذاری شده بود. کسی به من نگفته بود که چمن است. چمن که در طول زمستان پرباران زیر چرخ اتومبیل‌ها لگدکوب شده بود. به یک قسمت دیگر رفتیم. سخت نبود چون فقط نصفش پر شده بود. همین که سطح شیبدار به حرکت درآمد، اضطراب و نگرانی وجود نیتن را فرا گرفت. گفت زیادی نرم است، توی آن فرو می‌رود. نگاهی به جایگاه تماشاچی‌ها کردم. آره، ولی اگر بتوانیم به آن گذرگاه ببریمش خوب می‌شود. این صندلی چرخدار 1 تن وزن دارد. 1500 متر هم که راه است. اوه بیا بابا، حتما این صندلی چرخدار را طوری ساختن که بتواند روی زمین نرم هم حرکت کند. صندلی چرخدار ویل را با احتیاط عقبی بردم. چرخهایش چند سانتی در گل فرو رفته بود. ویل ساکت بود، معذب به نظر می رسید. توی راه هم که می آمدیم نصفش را ساکت بود. گفتم بجنب، با دست هل می دهیم. مطمئنم دوتایی می توانیم ببریمش. صندلی چرخدار را عقبی می بردیم. یک دستش را من گرفته بودم و یکی دیگر را نیتن. کشان صندلی را به طرف گذرگاه می بردیم. مجبور شدم بایستم. دستم درد گرفته بود. لایه ضخیم گل به چکمه‌های نوع من چسبیده بود. بالاخره به گذرگاه رسیدیم. پتوی ویل از روی پاهایش سر خورده بود و لای چرخ گیر کرده بود. گوشه‌اش هم پاره و گلی شده بود. ویل با بی‌اعتنایی گفت مهم نیست، نگران نشو. یه تیکه کشمیر که بیشتر نیست. توجهی به حرفش نکردم. آها رسیدیم. حالا هم یک سرگرمی دیگر. آره به راستی سرگرمی بود. واقعا کدام عقل سلیمی فکر کرد پیست اسب‌دوانی باید مثل فروشگاه‌ها ورودی گردان داشته باشد. چه نیازی بود که بخواهند جمعیت را کنترل کنند؟ نگاهی به ورودی گردان کردیم. بعد به صندلی چرخدار ویل. بعد من و نیتن به هم نگاه کردیم. نیتن جلوی باجه فروش بلیط ایستاد و موضوع را برای زن متصدی توضیح داد. زن سرش را برگردان و نگاهی به ویل کرد. بعد به انتهای جایگاه اشاره کرد و گفت ورودی صندلی چرخدار آنجاست. صندلی چرخدار را طوری ادا کرد که انگار در مسابقه طرز بیان کلمه شرکت کرده است. ورودی صندلی چرخدار دست کم 200 متر فاصله داشت. سرانجام وقتی به آنجا رسیدیم آسمان آبی یکباره ناپدید شد و جایش را باد و باران گرفت. طبیعی بود که چت با خودم نیاورده باشم. من هم سرخوشانه یک ریز نظریه پردازی کردم و گفتم که چه مسخره است و چقدر خنده‌دار. حرفا حتی به گوش خودم هم خشک و آزاردهنده می رسید. ویل عاقبت گفت کلارک فقط ساکت باشه خستم کردی. بلیط خریدیم. بعد هم وقتی سرانجام خودمان را به آنجا رساندیم نفس راحتی کشیدیم. صندلی چرخدار ویل را به قسمت سرپوشیده که نزدیک جایگاه اصلی بود بردم. وقتی نیتن داشت به ویل نوشیدنی میداد من فرصت را غنیمت شمردم و نگاهی به تماشاچی‌ها انداختم. بالای سرمان روی بالکن شیشه‌ای مردهای کت و شلوار پوش به زنانی که لباسهای شیکی پوشیده بودند نوشیدنی تعارف می‌کردند. گرم و خودمانی به نظر می‌رسیدند. حدس زدم که باید جایگاه مخصوص باشد. در باجه فروش بلیط در فهرست قیمت‌ها متوجه وجود چنین جایگاه گران قیمتی شده بودم. آرم قرمز روی لباسشان آنها را از بقیه متمایز می‌کرد. کنجکاو بودم بدانم آیا می شود ما هم درجه رنگ آبی آرممان را تغییر بدهیم؟ اما بعد با خودم فکر کردم تنها افرادی هستیم که با صندلی چرخدار آمده ایم. برای همین خود به خود از بقیه متمایز هستیم. لیوان‌های پلاستیکی مچاله شده قهوه و بطری‌های بغلی نوشیدنی در سراسر جایگاه تماشاچیان پخش و پلا بود. مردها با کت و شلوار پشمی و زنها با بارانی‌های خوشگل اپلدار همه جا دیده می‌شدند. اما ظاهرشان معمولی بود و مثل ما آرم آبی زده بودند. اطراف محوطه نمایش گروهی مرد با پیراهن راه افقی ایستاده بودند و ظاهراً در سفر تفریحی بودند. سرهای تراشیدهشان نشان میداد سرباز هستند. لابد می‌خواستند هر از گاهی سرود بخوانند یا سر و صدا راه بیاندازند. حتی شاید زد و خورد فیزیکی پیش می‌آمد. کله‌های تراشیدهشان را به هم می‌زدند یا دستشان را دور گردن هم می‌گرفتند. وقتی داشتم به دستشویی میرفتم سود کشیدم و من دستم را پشت سرم گرفتم و یک بیلاخ تحویلشان دادم. بعد حواسشان پرت شد. تمام توجهشان جلب 7-8 اسبی شد که کنار هم ایستادند.
همه‌شان یکباره ساکت شدند و در جایگاه تماشاچیان آرام گرفتند. منتظر شروع مسابقه بعدی شدند. وقتی اسب‌ها از دروازه شروع مسابقه عبور کردند، فریاد گروه کوچکی که کنارمان بود به هوا رفت و من از جا پریدم. ایستادم و اسب‌ها را که می‌تاختند تماشا کردم. مات و مبهوت مانده بودم. موج هیجانی که یکباره پشت سر آنها به جریان افتاد غیر قابل فروکش بود. جوش و خروش پر از شادی تماشاگران سوارکاران را که برای مقام رقابت می‌کردند به هیجان آورده بود. وقتی برنده از خط پایان عبور کرد، تقریباً غیر ممکن بود که بتوان ساکت ماند و ابراز احساسات نکرد و هورا نکشید. جام سیستر‌وود را تماشا کردیم. بعد هم میدن استیکس. نیتن 6 پوند در شرط بندی برد، اما ویل در شرط بندی شرکت نکرد. خاموش و ساکت تمام مسابقه را تماشا کرد. سرش در یقه بلند کتش فرو رفته بود. با خودم فکر کردم شاید چون خیلی وقت از بیرون نیامده همه چیز اندکی برایش غریب است. با این حال میدانستم هرگز از درونش مطلع نخواهم شد. چند تا مسابقه را باید تماشا کنید تا خیالمان راحت شود که آرزوی دیرینه‌ات برآورده شده. من گفتم اینقدر بد اخلاق نباش. میگویند هر چیزی را باید یک بار امتحان کرد. ولی به نظر من تماشای مسابقه اسب‌سواری جزء دسته رقص موریس و زنا با محارم است که یک بار هم نباید امتحان کرد. جواب دادم تو یکی از افرادی هستی که همیشه به من میگویی باید افق دیدم را بیشتر کنم. خودت هم که دوست داری، پس ادا در نیار. بعد آنها تاختند. پیراهن من ارغوانی بود با الماس زرد. میدیدم که با سرعت تمام دور نرده سفید میدود. سر اسب بلندتر شده بود. پاهای سوارکار بالا و پایین میرفتند و دستهایش عقب و جلوی گردن اسب حرکت میکردند. نیتن برخلاف میلش وارد میدان شد. رفیق، تندتر. مشتش گره بود. نگاهش به گروه نامشخص اسب‌ها ثابت بود که در قسمت دورتر پیست میتاختند. من فریاد زدم من بجنب، روی تو شرط بندی کردیم تا استیک بخوریم. نگاهش میکردم که تلاش میکرد جلو بزند ولی نمیتوانست. سوراخ بینیش گشاد و گوشهایش به عقب سرش کشیده شده بود. احساس میکردم قلبم به دهانم آمده است. وقتی به فورلانگ نهایی رسیدم فریادم رو به خاموشی رفت. بسیار خوب، به قهوه رضایت میدهم. جایگاه تماشاچیان از فریاد و جیغ منفجر شد. 2 صندلی آن طرفتر ما دختری بالا و پایین میپرید. از بس فریاد زده بود صدایش گرفته و خشدار شده بود. دیدم خودم هم سر جایم بالا و پایین میپرم. بعد سرم را پایین گرفتم و دیدم ویل چشمانش را بسته است. چین لطیفی بین ابروهایش هست. بی خیال میدان شدم و زانو زدم. ویل خوبی؟ جلوتر رفتم. چیزی لازم داری؟ جواب داد اسکاچ بزرگش. چشمانش را به طرف من گرفت. دمق به نظر می رسید. به نیتن گفتم بیا برویم نهار بخوریم. من آن حقه‌باز چارپا از خط پایان گذشت و با بدبختی ششم شد. دوباره فریاد شادی به هوا رفت و صدای بلندگو به گوش رسید. خانم‌ها، آقایان، لاو بی لیدی قاطعانه مقام اول را به خود اختصاص داد. وینرسان به مقام دوم رسید و بارنی رابل در جایگاه سوم قرار گرفت. صندلی چرخدار را در ازدحام جمعیت به جلو هل دادم. وقتی می‌دیدم به دومین ببخشید من بی‌توجه هستند، عمدن صندلی چرخدار را به پاشنه پایشان می‌زدم. سوار آسانسور بودیم که صدای ویل به گوش رسید. خب کلارک، یعنی تو الان 40 پوند به من بدهکاری؟ رستوران بازسازی شده بود. غذا حالا زیر نظر سرآشپز ماهری که چهره‌اش را در پوسترهای دور تا دور پیست مسابقه دیده بودم تهیه می‌شد. از قبل فهرست غذا را بررسی کرده بودم. به هر دو گفتم غذای مخصوصشان مرغابی با سس نارنج است، به سبک دهه 70. ویل گفت درست عین لباس تو. حالا که دیگر در هوای سرد و میان ازدحام جمعیت نبودیم، روحیه‌اش کمی بهتر شده بود. از لاک خودش بیرون آمده و کم کم داشت به اطرافش توجه می‌کرد. حالا که می‌رفتیم غذای گرم و لذیذ بخوریم، شکمم به قار و قور افتاده بود. مادر ویل 80 پوند به ما داده بود. تصمیم داشتم پول نهارم را خودم بپردازم. رسید رستوران را هم نشانش می‌دادم. در نتیجه هر غذایی که دوست داشتم می‌توانستم سفارش بدم. مرغابی تنوری یا هر چیز دیگر. گفتم نیتن کلاً دوست داری بیرون غذا بخوری؟ جواب داد من اغلب غذا میخرم و میبرم خانه، گرچه امروز خوشحالم که توی رستوران غذا میخورم. از ویل پرسیدم ویل آخرین بار کی بیرون غذا خوردی؟ نیتن و او نگاهی به هم کردن. نیتن گفت از وقتی که من آمدم که بیرون نرفته. دوست ندارم جلوی چشم غریبه ها قاشق غذا دهانم بگذارن. گفتم
پس میزی انتخاب میکنیم که صورتت به مردم نباشد. خودم انتظارش را داشتم. اگر آدم مشهوریم آمد خودت ضرر میکنی. چون در ماه مارت که پیست مسابقه گلیست آدم مشهور زیاد میاد اینجا. در آسانسور باز شد. گفتم ویل ترینر غذا را بهم کوف که نمی‌کنی. آخرین باری که رستوران غذا خوردم جشن تولد یک بچه 4 ساله بود. توی تنها سالن بولینگ هیلزبری. تمام غذاهایش هم از خمیر بود. آن هم کنار یک مش بچه. وارد راهروی مفروشی شدیم. رستوران طرف دیگر راهرو بود. پشت دیوار شیشه‌ای و من می‌توانستم ببینم که میزهای زیادی خالی هستند. به قسمت سفارش غذا رفتم و گفتم سلام، لطفاً یه میز برای 3 نفر. زیر لب به زن گفتم لطفاً به اون نگاه نکنید، معذب می شود. می خواهیم بهش خوش بگذرد. گفت آرمتان لطفاً. ببخشید متوجه نشدم. آرم ویژه‌تان. بر نگاهش کردم. این رستوران مخصوص دارندگان آرم ویژه است. نگاهی به پشت سرم به ویل و نیتن کردم. صدایم را نمی‌شنیدن. همچنان منتظر بودند. نیتن داشت کت ویل را در می آورد. خب نمیدانستم نمیتوانیم اینجا غذا بخوریم. ما آرم آبی داریم. زن لبخند زد گفت متاسفانه فقط دارندگان آرم ویژه میتوانند از این رستوران استفاده کنند. در آگهی تبلیغاتیمان قید شده است. نفس عمیقی کشیدم. اشکال ندارد. رستوران دیگری هست؟ متاسفانه الان دارن رستوران ویگینگ روم را که برای عموم است بازسازی میکنن، اما بیرون اغذیه فروشی هایی هست که میتواند چیزی بخرید و بخورید. وقتی دید قیافم در هم رفت اضافه کرد پیک این پورک جای خوبی است. میتوانید سفارش ساندویچ همبرگر بدهید با سس سیب. دکه ساندویچ فروشی است؟ بله. به جلو خم شدم و گفتم لطفاً کاری برایمان بکنید. از راه دوری آمدیم. هوای بیرون خنک است. دوستم سردش می شود. راهی هست که بتوانیم اینجا غذا بخوریم. ما واقعا باید او را در فضای گرم نگه داریم. باید کاری کنیم امروز بهش خوش بگذره. چینی به بینی انداخت. خارج از مسئولیت من است. اجازه ندارم. اما طبقه پایین قسمتی برای توانخواهان هست که می توانید درش را ببندید. به پیست مسابقه دید ندارد، اما گرم و نرم و دنج است. به او خیره شدم. خیزش فشار عصبی را در پاهایم حس می کردم. به آرم روی سینه‌اش نگاه کردم. اسمش شارون بود. گفتم شارون، این همه میز خالی است. مطمئنم خیلی بهتر است که میزهای بیشتری پر باشد تا اینکه نصفش خالی بماند. آن هم فقط به خاطر یک قانون سری طبقاتی توی آیین‌نامه. چهره متبسمش زیر نور زاویه‌دار می‌درخشید. خانم، موقعیت را برایتان توضیح دادم. اگر این فرصت را به شما بدهیم باید به بقیه هم بدهیم. امروز دوشنبه است، هوا هم که بارانی است. مشتری زیادی که ندارید. میزها خالی‌اند. سفارش یک غذای کامل می‌دهیم، گرانترینش، با تمام مخلفاتش. دوست نداریم ساندویچ گاز بزنیم یا توی رختکن بنشینیم که دیدی به هیچ کجا ندارد. اصلاً هم مهم نیست که دنج و گرم و نرم است. مشتری‌ها صورتشان را به طرف ما برگردانده و توجهشان جلب جر و بحث ما شده بود. ویر را می‌دیدم که مضطرب است. او و نیتن متوجه شده بودند که مشکلی وجود دارد. شما باید آرم ویژه می‌خریدید. خیلی خوب. دست روی کیفم کردم و دنبال کیف پولم گشتم. چقدر می‌شود؟ دستمال کاغذی، بلیت اتوبوس و یکی از اسباب بازی‌های توماس بیرون افتاد. اهمیتی ندادم. فقط می‌خواستم ویل در یک رستوران لوکس غذای اعیانی بخورد. چقدر می‌شود؟ 10 پوند، 20 پوند. یک دسته اسکناس به طرفش گرفتم. به دستم نگاه کرد. شرمنده، ما آرم نمی‌فروشیم. اینجا رستوران است. باید برگردید و از باجه بلیت فروشی تهیه کنید. همان یکی که آن طرف پیست مسابقه است؟ بله. به هم زل زدیم. صدای ویل به گوش رسید. لویزا بیا برویم. لحظه احساس کردم اشک در چشمانم حلقه زد. گفتم نه نمی شود. این همه راه آمدیم. تو همینجا بمان. من برمیگردم تا آرم ویژه بخرم. بعد نهار میخوریم. لویزا گرسنه نیستم. همین که غذا بخوریم سرحال میشویم. میتوانیم اسب‌ها و خیلی چیزهای دیگر را تماشا کنیم. خوش میگذرد. نیتن جلو آمد و دستش را روی دستم گذاشت. لویزا فکر کنم ویل واقعا میخواهد برگردد خانه. حالا مرکز توجه تمام رستوران شده بودیم. مشتریها با نگاهشان ما را میکاویدند. نگاهشان از من به ویل میچرخید. با دیدن ویل احساس ترحم و شایدم نفرت میکردند. به شدت احساس شکست میکردم. به زن زل زدم. دست کم حالا که ویل وارد صحبت شده بود، زن انقدر ادب داشت که قیافه شرمنده به خود بگیرد. خب ممنون از شما. ممنون که این همه همراهی کردین. کلارک، لحن صدای ویل هشدار دهنده بود. ممنونم که انقدر همدلی کردین. حتما رستوران شما را به هر کسی که میشناسم معرفی میکنم. لویزا،
کیفم را از روی پیشخوان قاپیدم و زیر بغل زدم. وقتی داشتم از در که نیتن برایم باز نگه داشته بود رد می شدم، صدای زن را شنیدم. رفیقتان را فراموش کرده اید. دنبال آنها وارد آسانسور شدم. گفتم چرا باید این آرم لعنتی ویژه را بخواهند؟ پایین رفتیم. کسی حرفی نمیزد. در تمام مدت کوتاهی که سوار آسانسور بودیم، به خودم فشار آوردم تا مانع لرزیدن دستم شوم. 3 ساندویچ سفارش دادیم با سس سیب و بال مرغ برشته. زیر سایبان راه پناه گرفتیم و مشغول خوردن شدیم. من روی سطل زباله کوچکی نشستم. در نتیجه هم سطح ویل شدم. کمکش کردم ساندویچ را بخورد. اگر لازم میشد با دست برایش تیکه می‌کردم. 2 زن پشت پیشخوان وانمود می‌کردند توجهی به ما ندارند. ولی من متوجه بودم که زیر چشمی به ویل نگاه می‌کنند. بعضی وقتا هم فکر می‌کردند حواس ما به آنها نیست. زمزمه می‌کردم مرد بیچاره. تقریبا می‌شنیدم که می‌گفتند چه زندگی سختی. تلاش می‌کردم اصلاً به احساسی که ویل می‌توانست داشته باشد فکر نکنم. باران بند آمده بود. پیست مسابقه که باد در آن غوغا می‌کرد یکباره دلگیر و بیروح به نظر رسید. محوطه قهوه‌ای و سبزش از تیکه کاغذهای شرطبندی ریخت و پاش و شلوغ بود. خط افق یک نواخت خالی به نظر می‌رسید. باران باعث شده بود پارکینگ خلوت شود. اما هنوز صدای بلنگو از دور می‌آمد که شروع مسابقه بعدی را اعلام می‌کرد. نیتن همینطور که دور دهانش را پاک می‌کرد گفت فکر کنم دیگر باید برگردیم. منظورم این است که خوش گذشت اما بهتر است توی ترافیک نیفتیم. بعد همین که صندلی چرخدار را در امتداد چمن به حرکت درآورد یکی از آن 2 زن گفت خوشش نیامد؟ ته ساندویچ را داخل سطل انداختم و گفتم نمیدانم شاید اگر آدم فضولی اینجا نبود که بهش زل بزند بیشتر خوشش میآمد. راه اندازی سطح شیبدار و سوار شدن به اتومبیل به زبان آسان بود. در چند ساعت گذشته رفت و آمد اتومبیل‌ها پارکینگ را به دریایی از گل تبدیل کرده بود. علیرغم زور زیاد نیتن و شانه‌های قوی من حتی نتوانستیم صندلی چرخدار را تا نصف مسیر روی چمن هل بدهیم. چرخ‌ها لیز می‌خوردند و صدای گوشخراشی می‌دادند. قادر نبودیم صندلی چرخدار را در مسیر هدایت کنیم. در مسیری هدایت کنیم که بتوانیم به جلو برانیم. پای من و نیتن در گل سر می‌خورد. تمام کفشمان هم گلی شده بود. ویل گفت دیگر نمی‌آیم. نیتن گفت فکر کنم به کمک احتیاج داشته باشیم. حتی نمی‌توانم برش گردانم. گیر کرده. ویل آه صداداری کشید. تا حالا او را این چنین بی دل و دماغ ندیده بودم. ویل اگر می‌توانستم کمی به طرف عقب کجش کنم، می‌توانستم بلندت کنم و روی صندلی جلو بگذارم. بعدش شاید من و لو بتونیم صندلی را بلند کنیم و داخل اتومبیل بگذاریم. صدای ویل از میان دندان‌های به هم فشرده به گوش رسید. نمی‌خواهم کارم به آتش نشانی بکشد. نیتن گفت رفیق شرمنده اما من و لو از پس کار بر نمیاییم. لو تو بهتر از من بلدی. برو و کمک بیار. میروی؟ ویل چشمانش را بست و دیگر چیزی نگفت. من کلاً با غریبه ها راحت نبودم اما فشار عصبی که در آن زمان حس می کردم ترس را از من دور کرده بود. از یک گروه تماشاچی به گروه دیگر رفتم و گفتم چند دقیقه به کمکشان احتیاج دارم. آنها هم طوری به من و لباسهایم نگاه می‌کردند که انگار برایشان دام گذاشتم. می‌گفتند منتظر مسابقه بعدی هستیم یا شرمنده یا تا ساعت 2:30 باید صبر کنی. حتی سراغ سوارکارها رفتم ولی دیدم جثه‌شان حتی از من هم کوچکتر است. وقتی به میدان مسابقه رفتم از خشمی که سراسر وجودم را فرا گرفته بود برافروخته بودم. به گمانم با بداخلاقی سر مردم داد می‌کشیدم تا اینکه خوشبختانه با همان گروه از جوانانی که پیراهن راه افقی پوشیده بودند مواجه شدم. پشت پیراهنشان نوشته بود آخرین پایداری مارکی. وقتی به آنها نزدیک شدم هلهله‌ایشان به هوا رفت. وسوسه شده بودم دوباره بیلاخ تحویلشان بدهم. یکی با دست ستبرش به شانه‌ام زد و جویده گفت عزیزم لبخند بزن. روز آخر تعطیلات مارکی است. تلاش کردم بدون اینکه خودم را ببازم جواب بدهم. امروز دوشنبه است. شوخی نکن. نه بابا امروز دوشنبه است. آره آمدم تا از شما کمک بگیرم. کوچولو کمکت میکنم. هر کمکی که لازم داری. بعد هم یه چشمک زد. رفقاش مثل گیاهان آبی دور و برش آرام تکان میخوردن. میخواهم به دوستم کمک کنید. توی پارکینگ است. کوچولو شرمنده فکر نکنم بتونم کمکت کنم. مسابقه بعدی شروع شده. مارکی تو روی آن شرط بندی کردی؟ فکر کنم من کرده باشم. صورتشان را به طرف میدان برگرداندم و توجهشان جلب آن شد. نگاهی به پشت سرم انداختم. اندام قوز کرده ویل را دیدم.
نیتن هم دسته‌های صندلی را می‌کشید ولی هیچ فایده‌ای نداشت. پیش خودم تصور می‌کردم که به خانه برگشتیم و به والدین ویل می‌گوییم که صندلی چرخدار گرانبهای ویل را در پارکینگ رها کرد و آمده ایم. بعد چشمم به خالکوبیشان افتاد. با صدای بلند گفتم سرباز است، سرباز سابق. یکی یکی صورتشان را برگرداندند. مجروح شده توی عراق. فقط می‌خواستیم امروز بهش خوش بگذره، اما کسی کمکی نمی‌کنه. همینطور که حرف می‌زدم اشک در چشمانم حلقه زد. کجاست؟ توی پارکینگ به خیلی یارو انداختم اما کسی محلم نذاشت. بچه‌ها بیاین. همه دنبالم راه افتادن. وقتی به آنها رسیدیم، نیتن کنار ویل ایستاده بود. با اینکه نیتن پتوی اضافی روی شانه ویل انداخته بود، باز هم ویل از سرمایه زیاد سرش را تا ته توی یقه کتش فرو برده بود. گفتم این جوانمردان گل آمدن که کمک کنند. یکی گفت کجا می‌خواهید ببریدش؟ بقیه دور ویل را گرفتن و برای قهرمانشان سر تکان دادند. یکی قوطی نوشیدنی به ویل تعارف کرد. گویی متوجه نشده بود که ویل قادر به گرفتن نیست. نیتن به اتومبیل اشاره کرد. باید برگردانیمش به ماشین، اما اولش باید ببریمش به جایگاه تماشاچی‌ها، بعد ماشین رو دنده عقب بیارم. یکی گفت احتیاجی به این کار نیست. دستی روی شانه نیتن کشید و اضافه کرد ما خودمان میبریمش، نه بچه‌ها. همه با هم گفتن آره. بعد خودشان را اطراف صندلی چرخدار ویل جابجا کردند. احساس ناراحتی کردم. به خودم جرأت دادم و گفتم راهش طولانی است که بخواهید بلندش کنید و ببرید. صندلی چرخدار هم خیلی سنگین است. اما همه‌شان بدجور بودند. کوچولو نگران نباش. واسه سربازها حاضریم جانمان را هم بدهیم. مگه نه بچه‌ها؟ رفیق نمیتونیم اینجا ولت کنیم. ما هیچ وقت یک مرد را تنها ول نمی‌کنیم و نمی‌رویم. با دیدن قیافه سردرگم نیتن محکم سرم را تکان دادم. ظاهراً ویل حوصله حرف زدن نداشت. عقل کرده و قیافه عبوسی به خود گرفته بود. اما بعد که جوانها دور صندلی چرخدارش را گرفتن و با یک بانگ بلندش کردن کمی وحشت زده شد. کوچولو کدام هنگ خدمت می‌کرد، کدام هنگ خدمت می‌کرد، نمیدونم اینا. به خودم فشار آوردم که لبخند بزنم. توی ذهنم دنبال اسمی میگشتم. یگانه تفنگدار، یگانه 11. یکی گفت نمیشناسم. به تته پته افتادم. جدید است، محرمانه. توی عراق مستقر است. کفش ورزشیشان در گل فرو رفت و من حس کردم قلبم هوری فرو ریخت. صندلی چرخدار ویل چند وجب از زمین فاصله داشت. مثل تخت روان. نیتن جلوتر می‌دوید تا در ماشین را باز کنند. توی کاتریک آموزش دیدن؟ گفتم یکیش بود. بعد موضوع را عوض کردم. خب کدومتون زن دارید؟ شماره رد و بدل کردیم و سرانجام از دست مارکی و دوستانش خلاص شدم. دست در جیبشان کردن و حدود 40 پوند جمع کردن تا برای توانبخشی ویل هزینه کنیم. فقط وقتی کوتاه آمدن که من گفتم خوشحال می‌شویم اگر از طرف ما خودشان را به مهمانی دعوت کنند. مجبور شدم با تک تکشان خداحافظی بکنم. وقتی خوشابش تمام شد چیزی نمانده بود از حال بروم. انقدر برایشان دست تکان دادم تا در جایگاه تماشاچیان از نظر ناپدید شدند. نیتن برایم بوق زد تا سوار شوم. همینطور که داشتم ماشین را روشن می‌کردم با شادی گفتم خیلی کمک کردن. ویل گفت تمام بطری آنقدر بلنده ریخ روی پای راستم. بو می‌دهم. نیتن گفت نه بو نمی‌دهی. وقتی از ورودی اصلی خارج می‌شدیم نیتن گفت اوه نگاه کنید آنجا را ببینید. پارکینگ توانخواهان آنجاست. تمامش هم آسفالت است. ویل تقریباً بقیه روز را ساکت بود. وقتی نیتن را جلوی خانه‌اش پیاده کردیم با او خداحافظی کرد. بعد دوباره تمام راه بازگشت به خانه را سکوت اختیار کرد. ترافیک کاهش یافته و دمای هوا پایین آمده بود. سرانجام اتومبیل را بیرون ساختمان پارک کردم. ویل را از ماشین پایین آوردم و سوار صندلی چرخدار مخصوص خانه کردم. برایش نوشیدنی گرم آوردم. کفش و شلوارش را عوض کردم. شلوارش را که لکه شده بود داخل ماشین لباسشویی انداختم. بعد هم بخاری رو روشن کردم. تلویزیون روشن کردم و پرده ها را کشیدم. فضای اتاق گرم و صمیمی شد. شاید به نسبت هوای سردی که بیرون گذرانده بودیم کمی زیادی گرم بود. وقتی کنار ویل داخل اتاق نشیمن نشستم و چای سر کشیدم، متوجه شدم که کلامی حرف نزده است. از خستگی نبود یا چون میخواست تلویزیون تماشا کند. نمیخواست که با من حرف بزند. وقتی برای بار سوم به اظهار نظرم در مورد اخبار محلی واکنش نشان نداد گفتم چیزی شده؟ کلارک تو به من بگو. چه بگویم؟ تو میدانی که چیزی در مورد من هست که باید بدانی. خودت به من بگو. نگاهش کردم. سرانجام گفتم ببخشید.
میدانم که امروز آنجور که دلم میخواست پیش نرفت. با این همه خوب شد که رفتیم بیرون. واقعا فکر میکردم بهت خوش میگذره. بعد دیگر اضافه نکردم که خودش از قبل تصمیم داشت بد اخلاقی کند. نگفتم که نمیداند چه دردسرهایی کشیدم تا روز خوبی برایش تدارک ببینم. نگفتم خودش اصلاً تلاش نکرد بهش خوش بگذره. نگفتم که اگر گذاشته بود آرم مسخره ویژه را بخرم میتوانستیم مثل آدم غذای درست حسابی بخوریم و مشکلات فراموش شود. این که چه فکری دارم؟ چه فکری داری؟ تو با بقیه هیچ فرقی نداری. یعنی چی؟ کلارک، اگر زحمت به خودت میدادی و میپرسیدی، اگر به خودت زحمت میدادی و در مورد این گردش مسخره ازم میپرسیدی، بهت میگفتم که از اسب و مسابقهش متنفرم. یعنی همیشه متنفر بودم. اما به خودت زحمت ندادی و ازم نپرسیدی. خودت تصمیم گرفتی که دوست داری من چه کار کنم. خودت جلو رفتی و ترتیبش را دادی. تو کاری کردی که دیگران میکنن، به جای من تصمیم گرفتی. آب دهانم را قورت دادم. قصدم این نبود، اما همین کار را کردی. صندلی چرخدار را به حرکت درآورد و از من دور شد. بعد از 1-2 دقیقه سکوت فهمیدم که باختم. فصل 12. دقیقاً میتوانم به شما بگویم که توی زندگیم از چه روزی به بعد جسارتم را از دست دادم. حدود 7 سال پیش بود. روزهای گرم آخر ژانویه. خیابانهای باریک اطراف قلعه مملو از گردشگران بود. صدای قدمهایشان که در اطراف پرسه میزدند و زنگ واگن‌های بستنی فروش که بالای تپه صف کشیده بودند همه جا را پر کرده بود. مادر بزرگم بعد از مدت‌ها بیماری ماه پیش از دنیا رفته بود. تابستان غم‌انگیزی بود. دست به هر کاری می‌زدیم غم رهایمان نمی‌کرد. شوق و شور و حال از من و خواهرم رفته بود. حتی به گردش و تعطیلات کوتاه تابستانیمان هم نرفتیم. مادرم اغلب روزها کنار لگن ظرفشویی می‌ایستاد. تمام مدت هم به خودش فشار می‌آورد که اشک‌هایش سرازیر نشود. بابا هر روز صبح با قیافه‌ای مصمم خانه را به مقصد محل کارش ترک می‌کرد. ساعتها بعد در حالی که صورتش از گرما برق افتاده بود به خانه برمیگشت و پیش از اینکه بطری را باز نکند و ننوشد نای حرف زدن نداشت. خواهرم سال اول دانشگاه را پشت سر گذاشته و به خانه بازگشته بود. شهر کوچک ما جوابگوی استعداد و توانایی‌هایش نبود. کمتر از 3 ماه بعد از آن بود که با پاتریک آشنا شدم. یکی از آن تابستان‌های نادری بود که آزادی محض داشتیم. هیچ مسئولیت مالی روی دوشمان نبود. بدهی نداشتیم. به کسی و چیزی بدهکار نبودیم. کار فصلی داشتم و تمام مدت آرایش می‌کردم و کفش پاشنه بلند می‌پوشیدم. پدرم هم به من اخم می‌کرد و فقط دلش می‌خواست سر از کارم درآورد. آن روزها عادی لباس می‌پوشیدم. یا بهتر است بگویم مثل سایر دخترهای شهر لباس می‌پوشیدم. موهایم بلند بود و به شانه‌ام می‌رسید. شلوار جین نیلی رنگ می‌پوشیدم با بلوزی بامزه که از دیدن خودم خنده‌ام می‌گرفت. وقت زیادی صرف برق انداختن لب و سایه زدن به چشم‌های تیره رنگمان می‌کردیم. ظاهرمان هیچ ایراد خاصی نداشت، اما همیشه از فقدان چربی زیر پوست و ترک‌های خیالی پوستمان شکایت داشتیم. و من افکاری در سر داشتم. کارهایی بود که دلم می‌خواست انجام بدهم. یکی از پسرهایی که از مدرسه میشناختم به سفر دور دنیا رفته بود. بعد که برگشت یه جورایی غیر قابل درک شده و فرق کرده بود. انگار نه انگار همان پسر نامرتب 11 ساله‌ای است که در کلاس زبان فرانسه با توف حباب درست می‌کرد و از دهانش بیرون می‌داد. من هم زد به سرم و در یک پرواز ارزان قیمت به استرالیا جا رزرو کردم. دنبال کسی میگشتم تا با من به این سفر بیاد. خوشم میومد وقتی میدیدم سفر به دور دنیا آن پسر را با بقیه متفاوت کرده است. انگار دیگر او را نمیشناختیم. نسیم لطیف دنیایی پهناورتر به او وزیده بود. چیزی که به طرز اعجاب انگیزی جذاب و فریبنده بود. گذشته از آن آدم‌های شهر که زیر و بم همدیگر را می‌دانستند از همه چیز من خبر داشتند. از طرفی با خواهری که من داشتم هرگز نمی‌توانستم خودم را نشان دهم. جمعه بود. تمام روز را با گروهی از دخترهایی که از مدرسه می‌شناختم در پارکینگی کار کرده بودم. وظیفه من این بود که بازدید کنندگان نمایشگاه هنری را راهنمایی کنیم. نمایشگاه در قلعه برگزار می‌شد. تمام روز با خنده و شادی سپری شده بود. همراه با نوشیدنی‌های گازدار که زیر خورشید سوزان
جرعه جرعه سر می‌کشیدیم. گمان نکنم آن روز هیچ گردشگری بوده که به من لبخند نزده باشد. مردم ناخودآگاه به یک گروه دختر خندان و شاد لبخند می‌زنند. 30 پوند دستمزد می‌دادند. برگزار کنندگان نمایشگاه چنان از کار ما راضی بودند که به هر نفرمان 5 پوند اضافه پرداخت کردند. ما هم همراه پسرهایی که در پارکینگ کنار مرکز گردشگری کار می‌کردند به کافه رفتیم و جشن گرفتیم. همه ایشان بلوز ورزشی راگبی پوشیده و خوش سر و صحبت بودند. موهای لختشان هم دورشان ریخته بود. یکی اسمش اد بود. 2 نفر هم دانشجو بودند. یادم نمیاد دانشجوی کجا. روزهای تعطیل کار می‌کردند و درآمدی برای خودشان داشتند. آخر هفته به پول می‌رسیدند و وقتی پول ما دخترها ته کشید، با جان و دل برای دخترهای شاد و شنگول شهر که موهایشان را تکان می‌دادند و روی پایشان می‌نشستند و جیغ می‌کشیدند و سر به سرشان می‌گذاشتند و آنها را خوش‌تیپ خطاب می‌کردند، نوشیدنی می‌خریدند. این پسرها به زبان خارجی حرف می‌زدند. از تابستان‌هایی که در آمریکای جنوبی گذرانده بودند می‌گفتند. گردشگران کوله به پشتی بودند که به تایلند سفر کرده و می‌خواستند دوره انترنی را در خارج از کشور بگذرانند. یادم میآید همان موقع که نشسته بودیم و به حرف آنها گوش می‌دادیم و می‌نوشیدیم، خواهرم کنار باغ منتظرم ایستاده بود. همان باغی که همیشه روی علف‌هایش ولو می‌شدیم. لابا کاپشن کلاهدار کهنه‌ای پوشیده بود و آرایش هم نداشت. یادم رفته بود که قرار بود او را ببینم. به او گفته بودم به پدر و مادرم بگوید که به سفر میروم و تا 30 سالگی بر نمیگردم. این حرف یک جورایی به نظرم خنده‌دار می اومد. خواهرم ابروهایش را بالا داده بود و چشمانش از تعجب گرد شده بود. طوری که انگار من اعصاب خورد کن‌ترین فرد روی زمین هستم. وقتی ردلاین تعطیل شد، همه با هم رفتیم و وسط دهلیز هزارلای قلعه نشستیم. یکی از بچه‌ها موفق شده بود با 1000 زحمت خودش را از دروازه بالا بکشد. بعد از کلی بگو مگو و خنده و شوخی همه راه افتادیم. باز هم شروع به نوشیدن کردیم. یکی از بچه‌ها حشیش داد و دست به دست گرداندیم. یادم میاد سرم را بالا گرفته و به ستاره‌ها زل زده بودم. احساس می‌کردم در عمق بیکرانگی آنها غرق شده‌ام. انگار زمین زیر پایم می‌جنبید و مثل عرشه یک کشتی بزرگ یکور شده بود. کسی داشت گیتار می‌زد. من با کفش صورتی پاشنه بلندم به علف‌ها لگد می‌زدم و جلو می‌رفتم. به پشت سرم هم دیگر نگاه نمی‌کردم. واقعاً حس می‌کردم دنیا زیر پایم است. نیم ساعت بعد تازه متوجه شدم که همه رفتن. مدتی بعد خواهرم مرا توی دهلیز هزارلای قلعه پیدا کرد. داشتم می‌لرزیدم. ابرهای شبانگاهی ستاره‌ها را پوشانده بودند. همانطور که قبلا گفتم خواهرم باهوش بود، باهوشتر از من. تنها کسی است که می‌دانم می‌تواند خودش را به سلامت به بیرون دهلیز تو در توی قلعه برساند. یک چیز خنده‌دار، عضو کتابخانه شدم. ویل با سیدی‌هایش سرگرم بود. چرخی زد و منتظر شد تا من لیوان نوشیدنی را در جالیوانی صندلی چرخدار بگذارم. واقعاً چه کتاب‌هایی می‌خوانی؟ چیز خاصی نیست، تو خوشت نمی‌آید. فقط کتاب‌های عاشقانه. اما من دوست دارم. جرعه‌ای سر کشید و گفت پریروز که داشتی کتاب فلانری اوکونر رو می‌خوندی مگه نه؟ همون روز که حالم خوب نبود. داستان کوتاه منظورت است؟ باورم نمی‌شود که توجه کردی. یهو چشمم افتاد. کتاب را گذاشته بودی روی میز و من نمی‌توانستم برش دارم. آها. چرت و پرت نخون. کتاب داستان فلانری اوکونر رو با خودت ببر خونه. بجاش این را بخون. می‌خواستم قبول نکنم، ولی با خودم فکر کردم واقعاً نمی‌دانم چرا می‌خوام رد کنم. قبول، ولی تمام کردن فوری برمیگردانم. کلارک، آهنگ برام بذار. چی دوست داری؟ جوابم را داد و با سر به طرف سیدی ها اشاره کرد. من هم گشتم و سیدی را پیدا کردم. دوستی دارم که در آلبرت سمفونیا نوازنده اول ویولون است. در این نزدیکی ها برنامه اجرا می کنند. این ارکستر را می شناسی؟ هیچی از موسیقی کلاسیک نمیدانم. البته گاهی پدرم همینطوری تصادفی رادیو را روی موج موسیقی کلاسیک FM تنظیم می کند، اما تا حالا کنسرت نرفتی؟ نه. تعجب کرد. خب یک بار رفتم تماشای وست لایف، ولی نمیدانم میشود به حسابش آورد یا نه. خواهرم گفت برویم. اوه، میخواستم برای تولد 22 سالگیم به دیدن رابی ویلیامز بروم که مسموم شدم. ویل یکی از آن نگاه‌های مخصوص خودش را تحویلم داد. از آن نگاه‌هایی که به من میگفت از پشت کوه آمدم. باید بروی، بلیط هم به من داده. خیلی خوب است، مادرت را با خودت ببر. خندیدم و سر تکان دادم. گمان نکنم بشود. مادرم اهل بیرون رفتن نیست. خودم هم که علاقه ای ندارم.
مثل فیلم‌های با زیرنویس که دوست نداشتی اخ می‌کردم. ویل، من طرح تحقیقاتی تو نیستم. بانوی زیبای من نیست. پیگمالیون؟ چی؟ نمایشنامه‌ای که بهش اشاره کردی پیگمالیون است. بانوی زیبای من بچه نامشروع این نمایشنامه است. نگاه تندی به او کردم اما فایده نداشت. سیدی گذاشتم. وقتی صورتم را برگرداندم دیدم هنوز دارد سرش را تکان می‌دهد. کلارک، تو دیگر کی هستی؟ واقعاً که از خود راضی؟ کی؟ من؟ خودت را از هر چیزی محروم می‌کنی، فقط به این فکر که اهلش نیستی. نه خیر، اینطورها نیست. از کجا می‌دانی نیست؟ هیچ کاری نکردی، هیچ کجا نرفتی. واقعاً خبر از خودت داری که کی هستی؟ کسی مثل او از کجا می‌دانست من چه جور آدمی هستم؟ با کسی مثل ویل که نمیخواست قبول کند سر سازش نداشتم. ادامه بده. هر چی توی فکرت هست بریز بیرون. نه. چرا؟ چون ناراحت میشوم. احساس میکنم که میداند. کی میداند؟ همه میدانند که آدمش نیستم. تو از فکر دیگران چه خبر داری؟ به هم چشم دوختیم. کلارک، حالا هر کجا میروم مردم طوری به من نگاه میکنن که انگار جای من نیست. نباید آنجا باشم. آهنگ شروع شد و ما ساکت شدیم. پدر ویل توی حال با تلفن حرف میزد. صدای خندش به طور مبهم در خانه میپیچید. گویی از راه دوری میآمد. زن در پیست مسابقه سوارکاری گفته بود ورودی توانخواهان آنجاست. انگار ویل از یک گونه دیگر بود. نگاهی به جلد سیدی کردم. اگر تو بیایی حاضرم که بروم. اما به خاطر خودت نمیروی. قرار نیست بروم. یا عیسی مسیح، تو دیگر کی هستی؟ همیشه این را به من میگویی. این بار هیچ برنامه‌ریزی خاصی نکردم. فکر نمی‌کردم چیزی پیش بیاید. بعد از ماجرای مسابقه سوارکاری و با اینکه در قدم اول شکست خورده بودم، همچنان ته دلم امیدوار بودم بیل آمادگی پیدا کند و از خانه بیرون بیاید. دوست ویولون زن ویل به قولش وفا کرد و برای ما بلیت مجانی همراه با ضمیمه‌ای که اطلاعات لازم را میداد فرستاد. با ماشین 45 دقیقه راه بود. کارهای خانه را انجام دادم. در مورد محل برگزاری کنسرت و پارکینگ توانخواهان تحقیق کردم. پیشاپیش به آنجا زنگ زدم و درباره بردن صندلی چرخدار ویل به سالن صحبت کردم. در ردیف جلو به ما جا دادن. من هم روی صندلی تاشو کنار صندلی چرخدار ویل می نشستم. متصدی گفته بود واقعا بهترین جا را به شما دادیم. وقتی نزدیک ارکستر بنشینید بهتر می بینید و بهتر می شنوید. خودم اغلب دوست دارم که آنجا بنشینم. حتی از من پرسیده بود که آیا لازم است کسی برای کمک به پارکینگ بیاید و ما را به داخل راهنمایی بکند یا نه. از ترس اینکه مبادا ویل احساس کند خیلی تو چشم هستیم جواب رد دادم. با نزدیک شدن زمان ارکستر نمیدانستم اضطراب کداممان هر لحظه بیشتر میشد، خودم یا ویل. تجربه بد دفعه پیش جلوی چشمانم بود. خانم ترینر هم اصلا کمک نمی‌کرد. فقط 14 بار آمد و رفت تا از محل و زمان کنسرت مطمئن شود و از برنامه دقیق ما سر درآورد. خانم ترینر گفت که وقتی از کنسرت برگشتیم، بیل کارهایی دارد که باید طبق روال هر شب انجام شود. می‌خواست خیالش راحت شود که کسی برای کمک هست. نیتن آن شب کار داشت و نمی‌توانست بیاید. آقای ترینر هم شب بیرون بود. خانم ترینر گفت دست کم 1.5 ساعت طول می‌کشد. ویل گفت وای چه خسته کننده. متوجه بودم ویل همش دنبال بهانه است که نیاید. گفتم خودم از عهده‌اش برمیام. اگر ویل به من بگوید که چه کار کنم به کمک احتیاج ندارم. پیش از اینکه بفهمم واقعاً دارم زیر بار چه مسئولیتی میروم، این حرف از دهانم خارج شده بود. ویل بعد از رفتن مادرش با ترش‌رویی گفت خب حالا هر دو چیزی داریم که بهش فکر کنیم. تو دلت برای من میسوزد و من هم توی رخت خواب حمام میکنم چون مجبورم. من دلم نمیسوزد. کلارک، تا حالا کسی را به اندازه تو ندیدم با دیدن کسی انقدر معذب شود. من با تشر جواب دادم پس بگذار مادرت این کار را بکند. آره، اینطوری فکر بیرون رفتن شیرین تر می شود. بعد مشکل لباس پیش آمد. نمیدانستم چه بپوشم. روز مسابقه سوارکاری لباس مناسبی نپوشیده بودم. از کجا مطمئن می شدم که دوباره ناجور لباس نپوشیدم؟ از ویل پرسیدم که چه لباسی باید بپوشم. او هم نگاه عاقل اندرصفی به من کرد و گفت چراغ‌ها را خاموش می‌کنند. کسی بهت نگاه نمی‌کند. توجه همه به کنسرت است. تو هیچی از زنها نمی‌دانی. 3 دست لباس با خودم آوردم تا آخر سر یکی را بپوشم. همه را در ساک کهنه پدرم چپاندم. نمیدونم واقعا. تنها راهی بود که میتوانستم اعتماد به نفس لازم برای رفتن را پیدا کنم.
نیتن ساعت 5:30 خودش را رساند و وقتی سرش با ویل گرم شد، من سریع به دستشویی رفتم تا حاضر شوم. اول لباسی را امتحان کردم که به نظرم لباس هنری می آمد. پیراهن سبز دودی با منجوق‌های بزرگ زرد کهربایی. به خیالم آدم‌هایی که به کنسرت موسیقی می‌روند حتما خیلی هنری و پرزرق و برق هستند. وقتی وارد اتاق شدم، نیتن و ویل به من خیره شدند. ویل رک و پوسکنده گفت نه. نیتن گفت مثل لباس‌هایی که مادرم می‌پوشد. ویل گفت هیچ وقت نگفته بودی مادرت نانا موسکوری است. وقتی داشتم به دستشویی برمیگشتم صدای خنده‌شان را می‌شنیدم. دومی پیراهن مشکی ساده بود. برش کج داشت با سرآستین و یقه سفید. خودم دوخته بودم. به نظرم مثل لباس‌های دوخت پاریس شیک بود. ویل گفت مگر می‌خوای بستنی سرو کنی؟ نیتن با لحن تاییدآمیزی گفت اوه رفیق چه خانومی شدی. برای مناسبت‌هایی که در روز برگزار می‌شود واقعاً عالی است. گفتم فردا توی فنجان چای هر دویتان شوینده مستر ماسل می‌ریزم. لباس سوم را پوشیدم. پیراهن کلاسیک از ساتن قرمز تیره. بیشتر به درد آدم‌های مقتصد می‌خورد. همیشه هم توی دلم دعا می‌کردم که زیپش بالا برود. شبیه نیمچه ستاره‌های دهه 1950 شده بودم. یکی از آن لباس‌هایی بود که همیشه با آن راحت بودم و هیچ وقت از پوشیدنش پشیمان نمی‌شدم. نیمتنه نقره‌ای روی پیراهن پوشیدم. دستمال گردن ابریشمی خاکستری دور گردنم بستم تا سینه‌ام دیده نشود. رژ لب همرنگ پیراهن زدم و وارد اتاق شدم. نیتن با لحن تحسین آمیزی گفت اوه چه زیبا. چشمان ویل سر تا پایم را برانداز کرد. تازه اینجا بود که متوجه شدم لباسش را عوض کرده و پیراهن و کت و شلوار پوشیده است. صورتش را اصلاح و موهایش را مرتب کرده است. واقعا خوش‌تیپ شده بود. وقتی دیدمش نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و لبخند نزنم. به ندرت به خودش می‌رسید. پیدا بود تلاش خودش را کرده است. گفت خودش است. صدایش بی احساس و یک جورایی غریب بود. وقتی داشتم یقه لباس را صاف می‌کردم گفت ولی بدون آن نیمتنه درش بیار. حق با او بود. خودم هم حس می‌کردم خوب نشده است. نیمتنه را درآوردم. با دقت تا کردم و روی پشتی صندلی گذاشتم. دستمال گردن را هم بردار. دستم ناخودآگاه به گردنم رفت. دستمال گردن واسه چی؟ بهش نمیاد. انگار می‌خوای چیزی را آن زیر قایم کنی. خب من چاک سینه دارم. شانه بالا انداخت. خب ببین کلارک اگر می‌خوای چنین پیراهنی بپوشی باید اعتماد به نفس داشته باشی. از نظر ذهنی هم باید به همان اندازه جسمی راحت باشی. ویل ترینر فقط تو هستی که می‌توانی به یک زن بگویی چطور لباس بپوشد. اما دستمال گردن را باز کردم. نیتن رفت تا ساک ویل را حاضر کند. داشتم دنبال جمله‌ای می‌گشتم تا به طعنه بگویم که آیا واقعاً با آدم همراهی می‌کند یا نه. وقتی صورتم را برگرداندم دیدم که همچنان نگاهش به من است. به آرامی گفت کلارک عالی شدی عالی. همیشه به خاطر ویل با مردم کوچه و خیابان یا به قول کامیلا ترینر عمله ها دعوا داشتم. خیلی‌ها زل می‌زدن. بعضی‌ها هم با حالتی ترحم آمیز لبخند می‌زدن یا اظهار تأسف می‌کردن. گاهی هم آهسته از من می‌پرسیدن که چه اتفاقی افتاده است. اغلب وسوسه می‌شدم جواب بدهم متاسفانه با تفنگ M16 از پا در اومده تا واکنششان را ببینم ولی دندان روی جیگر می‌گذاشتم و چیزی نمی‌گفتم. می‌خواهم چیزی درباره طبقه متوسط بگویم. آنها وانمود می‌کردند که توجه ندارند اما داشتند. البته مؤدب‌تر از این بودند که مستقیم خیره شوند. در عوض ویل را زیر چشمی نگاه می‌کردند ولی فکر می‌کردند که نگاه نمی‌کنند. بعد وقتی ویل رد می‌شد با نگاه دنبالش می‌کردند. حتی وقتی هم سرگرم صحبت با کسی بودند، گرچه موضوع صحبتشان ویل نبود، چون این کار از نظرشان بی‌ادبی بود. از سرسرای ورودی وارد سالن شدیم. گروه افراد شیک و آلامد با کیف و بروشور در یک دست و نوشیدنی در دست دیگر ایستاده بودند. متوجه واکنش آنها بودم که به شکل موج آرامی جریان داشت و ما را که به سمت صندلی‌های سالن می‌رفتیم دنبال می‌کرد. نمی‌دانم خود ویل هم متوجه شده بود یا نه. گاهی با خودم فکر می‌کردم تنها راه مقابله این است که وانمود کند اصلا متوجه نیست. نشستیم. تنها ما 2 نفر بودیم که ردیف جلو در قسمت مرکزی سالن نشسته بودیم. سمت راستمان مرد دیگری با صندلی چرخدار نشسته بود که خوش و خندان با 2 زنی که 2 طرفش نشسته بودند حرف می‌زد. به آنها نگاه کردم. دلم می‌خواست ویل هم متوجه آنها باشد. اما ویل به روبرو زل زده و سرش در شانه فرو رفته بود، طوری که اصلاً داشت محو می‌شد. صدای آهسته گفت فایده ندارد. زیر لب به ویل گفتم چیزی لازم داری؟
سرش را تکان داد. نه. آب دهانش را قورت داد. ولی راستش را بخواهی آره، چیزی رفته توی یقه‌ام. خم شدم و دستم را لای یقه لباسش کردم. مارک لباس هنوز به آن بود. بیرون آوردم. تلاش کردم که بکنم ولی کنده نمیشد. پیراهن نو خیلی اذیتت میکند؟ نه، فقط برای خنده گفتم. توی ساک قیچی داریم؟ کلارک، نمیدانم باورت میشود یا نه، ولی من به ندرت ساکم را خودم میبندم. توی ساک قیچی نبود. نگاهی به پشت سرم انداختم. تماشاچی‌ها داشتن سر جایشان می‌نشستن، زیر لب حرف می‌زدن و بروشور برنامه را نگاه می‌کردند. اگر ویل اذیت می‌شد و تمرکز لازم به موسیقی نمی‌کرد، بیرون آمدن ما بیفایده می‌شد. اصلاً تحمل خرابکاری دیگری را نداشتم. گفتم تکون نخور. چرا؟ پیش از اینکه حرفش را تمام کند دلا شدم. آرام یقه پیراهن را از گردنش دور کردم. مارک لباس را میان دندانهای جلوییم گرفتم. بعد از 1-2 بار تلاش توانستم محکم با دندان نگهش دارم. چشمانم را بستم. به خودم فشار آوردم تا هیچ توجهی به عطری که از این مرد شسته رفته به مشامم میرسد نداشته باشم. پوستش به پوستم میخورد و من میکوشیدم که بی‌اعتنا باشم. تمام تلاشم را کردم تا اصلا فکر نکنم که دارم چه کار ناشایستی انجام میدهم. بعد سرانجام موفق شدم. سرم را عقب کشیدم و چشمانم را باز کردم. فاتحانه مارک لباس را بین دندان داشتم. گفتم کندم. مارک لباس را دستم گرفتم و نشانش دادم. ویل به من چشم دوخته بود. واقعاً؟ چرخی در صندلیم خوردم تا به افرادی که یکباره ساکت شده و به ما زل زده بودن نگاه کنم. بعد به طرف ویل برگشتم. اوه، ولشان کن. انگار تا حالا خودشان از این کارها نکردند. ظاهراً با این حرف همه را سر جایشان نشاندم. ویل 2-3 دفعه پشت سر هم پلک زد و سرش را تکان داد. دیدم گردنش حسابی قرمز شده. پیراهنم را صاف کردم. گفتم بگذریم. هر دو باید خدا را شکر کنیم که مارک شلوارت نبود. ولی پیش از اینکه ویل جوابی بدهد، اعضای ارکستر با کت و شلوار رسمی وارد شدند. سکوت برقرار شد. برخلاف میلم احساس هیجان کردم. 2 دستم را روی پا گذاشتم و کمرم را صاف کردم. اعضای ارکستر سرگرم کوک کردن سازشان شدند. بعد ناگهان تک صدایی سالن را پر کرد. بسیار زنده و سه‌بعدی که هرگز به عمرم نشنیده بودم. مو بر بدنم سیخ شد. نفسم بند آمد. ویل از گوشه چشم به من نگاهی می‌کرد. چهرهش هنوز مثل چند لحظه پیش بشاش بود. قیافه‌اش میگفت قبول. امشب از برنامه لذت میبریم. رهبر ارکستر قدمی به جلو برداشت. با پا 2 بار به سکو ضربه زد. یک هیس قوی سالن را فرا گرفت. سکوت برقرار شده زنده و مشتاق بود. بعد رهبر ارکستر چوبش را حرکت داد و یک بار صدای ساز در نهایت شفافیت سالن را پر کرد. موسیقی حالا برایم عینیت مادی پیدا کرده بود. چیزی نبود که فقط از راه گوش بشنوم، بلکه در تمام وجودم جاری شده بود. اطرافم را گرفته و حواس 5گانه‌ام را به لرزه انداخته بود. پوستم سوزن شده بود و کف دستم عرق کرده بود. ویل هیچ توضیحی به من نداده بود. فکر کرده بودم حوصله‌ام سر می‌رود. زیباترین چیزی بود که به عمرم می‌شنیدم. قوه تخیلم به طرزی غیرمنتظره شکوفا شده بود. همانطور که نشسته بودم به چیزهایی فکر کردم که سالها فکر نکرده بودم. هیجان‌های گذشته یکباره در سراسر وجودم غلیان پیدا کردند. افکار و ایده‌های نو در ذهنم پیچیدند. گویی به بینش و بصیرت دیگری دست یافتم. خیلی چیزها بود، اما اصلاً دلم نمیخواست به پایان برسد. دوست داشتم تا ابد همانجا بنشینم. زیر چشمی نگاهی به ویل کردم. مجذوب و مسحور غرق تماشا بود. از خود بی خود. دیگر نگاهش نکردم. انگار میترسیدم نگاهش کنم. از احساسی که داشت میترسیدم. از عمق ضربه‌ای که خورده بود، از وسعت ترس‌هاش. زندگی ویل ترینر فراتر از تجربه من بود و هرگز نمیتوانستم خودم را جای او تصور کنم. من که بودم به او بگویم بخواهد زنده بماند. دوست ویل یادداشتی فرستاد و درخواست کرد بعد از کنسرت به پشت صحنه برویم و او را ببینیم. اما ویل مایل نبود. یک بار تشویقش کردم، اما از قیافه مصممی که به خودش گرفته بود میدانستم تغییر عقیده نخواهد داد و اصرار بیفایده است. نمیتوانستم سرزنشش کنم. یادم میآمد که آن روز همکار سابقش روبرت چطور به او زل زده بود. نگاهی آمیخته به ترحم، وحشت و یک جورایی احساس آرامش که خودش در چنین شرایطی نیست و چنین بلایی سر خودش نیامده است. میدانستم ویل تاب چنین دیدارهایی را ندارد. منتظر شدیم تا سالن خالی شود. بعد صندلی چرخدار را هل دادم. با آسانسور به پارکینگ رفتیم
و بدون کمترین مشکلی ویل را سوار اتومبیل کردم. حرف زیادی نزدم. سرم هنوز از موسیقی پر بود. دلم هم نمیخواست از ذهنم پاک شود. به آن فکر میکردم و اینکه دوست ویل چگونه در سازی که میزد غرق شده بود. اصلا نمیدانستم که موسیقی میتواند قفل وجود آدم را باز کند. آدم را به جایی ببرد که حتی آهنگسازش هم انتظارش را ندارد. نمیدانستم موسیقی اثری از خود بر دنیای اطراف ما برجا میگذارد. گویی اثرش را با خود به هر کجا که میروید میبرد. وقتی داخل سالن بودیم، لحظاتی کاملا فراموش کرده بودم که ویل کنارم نشسته است. اتومبیل را بیرون ساختمان فرعی پارک کردم. روبروی ما از بالای دیوار قلعه دیده میشد که از ماه کامل نورباران بود و در مقرش روی تپه با آرامش خیال می درخشید. پس تو اهل موسیقی کلاسیک نیستی؟ از آینه به عقب نگاه کردم. ویل لبخند به لب داشت. یک ذره هم خوشم نیامد. میبینم. خصوصا از بخش آخرش اصلا خوشم نیامد. همان قسمت که فقط ویولون زدن. متوجه شدم که از این قسمت خوشت نیامد. انقدر بدت آمده بود که اشک در چشمانت جمع شد. نیشخندی زدم و گفتم نه، راستش را بخواهی خیلی خوشم اومد. اما مطمئن نیستم که کلاً از موسیقی کلاسیک خوشم اومده باشه. با این همه جالب بود. دستی به بینی کشیدم و اضافه کردم ممنونم ازت. ممنون که مرا با خودت بردی. در سکوت نشستیم و به قلعه چشم دوختیم. شبها زیر نوری که از اطراف دیوار پخش می شدن نارنجی رنگ به نظر می رسید. گفتم به نظر چه نوع موسیقی در آنجا اجرا می کردن؟ حتما چیزهایی بود که بهش گوش می دادن. قلعه توی قرون وسطا، عود، سازهای زهی، سازهای مورد علاقه من نیست، ولی چیزهایی دارم و بهت قرض میدم که گوش بدهی. البته اگر خودت بخواهی. اگر واقعا دوست داشته باشی که حسابی حسش کنی، باید هدفون بزنی و بروی دور قلعه پیاده روی. نوچ، نمیروم قلعه. همیشه همینطور است. هر جایی که نزدیک آدم باشد و دور و برمان معمولا نمیرویم. کمی بیشتر نشستیم. به صدای موتور ماشین که در سکوت میپیچید گوش دادیم. کمربند را باز کردم و گفتم آره، بهتر است برویم تو. کلی کار منتظرمان است. کلارک 1 دقیقه صبر کن. به طرفش برگشتم. صورتش در سایه بود و نمیتوانستم به درستی ببینم. 1 دقیقه بیشتر. فقط 1 دقیقه. حالت خوب است؟ به صندلیاش نگاه کردم. ترسیدم مبادا مشکلی پیش آمده و دوباره خیتی بالا آوردم. شاید جایی از بدنش لای چیزی گیر کرده بود. خوبم. فقط یقه سفید پیراهن و کت سیاهش را می‌دیدم که در تضاد با هم بودند. فقط الان دوست ندارم بروم خانه. دلم میخواد همینجا بنشینم و فکر نکنم به آب دهانش را قورت داد. حتی در سایه هم پیدا بود که با خودش کلنجار میرود. فقط میخوام چند لحظه بیشتر در نقش مردی باشم که با یک دختر قرمز پوش به کنسرت رفته است. دستگیره در را رها کردم. حتما. چشمانم را بستم و سرم را به صندلی تکیه دادم. 2 نفری نیمه پنهان در سایه قلعه روی تپه در شبی مهتابی همینطور نشستیم و غرق در حس و احساسی شدیم که از موسیقی در ما مانده بود. من و خواهرم هرگز در مورد اتفاقی که آن شب در دهلیز هزار پیچ قلعه رخ داد با هم حرف نزدیم. یا واقعا موضوع از چه قرار بود. اصلا یادم نمیآید که با هم حرفی زده باشیم. لحظاتی مرا محکم گرفت، بعد کمک کرده بود لباسهایم را پیدا کنم. با دقت چمن را گشت تا کفشم را پیدا کند، ولی پیدا نکرد تا اینکه من گفتم مهم نیست. به هر حال دوباره آن کفش‌ها را نمی‌پوشیدم. بعد قدم زنان به خانه برگشتیم. من با پای برهنه، دست خواهرم در دستم. حتی آن موقع که کلاس اول بودم و مادرم او را به من می‌سپرد و سفارش می‌کرد دستش را ول نکنم، اینطور دست همدیگر را نگرفته بودیم. وقتی به خانه رسیدیم، توی هشتی ایستادیم و خواهرم موهایم را مرتب کرد. با دستمال نمدار چشمانم را پاک کرد. بعد در ورودی خانه را باز کردیم و رفتیم داخل. انگار نه انگار چیزی رخ داده است. بابا هنوز بیدار بود و فوتبال تماشا می‌کرد. شما دخترها کمی دیر کردید. میدانم که جمعه است، ولی هنوز هر دو با هم گفتیم خیلی خوب بابا. آن موقع اتاقی که بعدها در اختیار پدر بزرگ قرار گرفت اتاق من بود. تون تون از پله ها بالا رفتم و پیش از اینکه خواهرم حرفی بزند در را پشت سرم بستم. هفته بعد موهایم را کوتاه کردم. بلیط هواپیما را پس دادم. دیگر هرگز با دخترهای مدرسه بیرون نرفتم.
مامی ماتم زده و قصه دارتر از آن بود که توجه کند. بابا هم هر تغییر روحیه‌ای را در خانه به مسائل زنانه ربط می‌داد. حتی عادت جدیدم که خودم را در اتاق خوابم حبس می‌کردم. حالا به واقعیت خودم پی برده بودم. می‌دانستم با دخترهای هرهری که با پسرهای غریبه مست می‌کردم فرق دارم. دختری بودم که طوری لباس نمی‌پوشیدم که پسرها فکری در موردم بکنن. لباسهایم مورد توجه مردانی نبود که به ردلاین می‌رفتند. زندگی به آهنگ طبیعی خود بازگشت. کاری در سالن آرایشی پیدا کردم، بعد هم در باتردبان و همه چیز را پشت سر گذاشتم. از آن روز به بعد هزاران بار از کنار قلعه گذشتم، اما دیگر هرگز به دهلیز هزار پیچ آن نرفتم.